سلام علیکم خاله. خوب هستین؟ خوب هستی؟ شکر. چرا اینجا نشستین؟ اینجا میگیم یک کمک نام دختره که تان چی هست؟ سلام. عایشه. سلام عایشه. چند سال است عایشه؟ عایشه یک ساله. شوهرتان چی کار میکنه؟ مارکت کراچیوانی میکنه. میره جلانو میکنه. کرایه خانه میکنه. خانه‌تان کجا هستن؟ لبیجر. ماه چند است کرایه خانه‌تان؟ 3000. روز تا چند جمع کردین؟ دیگه تا حالا آمدیم 60 روپیه کردیم. راست میگی؟ با خدای نمیاره کارتون کردیم. بعد جوره کارای کنه دادند ما. اینا گوشت هم برسون. کاکوی دادم. نام خدا. کشیدین از دختره که تان نام خدا. چند بتون خاله که خوشحال شوین؟ هر چه خیلی صحبت میرسه برای. کرایه یک ماه خانه‌تان بتون؟ هر چه خیلی برای میسی بسی. نه تو ما کرایه خانه سر کفاست کنه. دو ماه؟ تو ما کرایه خانه سر کفاست. 2 ماه چند میشه؟ 2 ماه 6000 خانه. 6000 افغانی. نه هر کدوم خانه میسته بده. نه نگاه که سال چند شهر تون برون بخرم چند تا برو خانه. یه سال است دختر. اینا نگاه که سال است. 3 دانه پاپر اینا رو سگل کتار کرد. خاله از بالا سگل گچار مریض نان یا خدا بزرگ است. خب خاله ما براتون چند روپیه پیسه میتون؟ مستقیم برین خانه تان؟ میره چطور میره؟ باز نمی هم یک چیز میز بخریم. صحیح است؟ این سعی کنه خاله. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 هزار افغانی است. هم کرایه خانه تان هم برین دفعه نان و اینا بخورین. صحیح است؟ صحیح است؟ خداحافظ جانتان جو باش. ان شاء الله با هم بخیر. آمین. آمین. خداحافظ.